ما هر روز توی دنیایی زندگی می‌کنیم که انگار یه نیروی نامرئی اون رو ساخته. سرک‌هایی که روشون رانندگی می‌کنیم، پل‌هایی که ازشون رد میشیم، حتی ساختمون‌هایی که توش زندگی می‌کنیم. همه اینا کار یه رشته فوق‌العاده است، سیول انجینری. بیایم با هم ببینیم این رشته چطوری جامعه ما رو شکل میده. فقط یه لحظه. به اطرافتون نگاه کنین. به دیواره‌های خونتون، به سرک بیرون از پنجره، به اون پلی که شاید همین امروز از روش رد شدین. تا حالا از خودتون پرسیدین که اصلا چی باعث میشه این چیزای مهم وجود داشته باشن؟ جوابش توی دنیای شگفت‌انگیز سیویل انجینریه. خب، برای اینکه این دنیای پیچیده رو بفهمیم، باید از اولین و مهمترین سوال شروع کنیم. سیویل انجینری واقعاً یعنی چی؟ خیلی ساده بخوام بگم، سیویل انجینیرینگ یعنی هنر و علم ساختن پایه‌های جامعه ما. یه لحظه بهش فکر کنین. هر سرک، هر فرودگاه، هر سد آب و ساختمانی که می‌بینین نتیجه کار یه انجینیر سیویله. اونا به معنای واقعی کلمه دنیایی رو که ما توش زندگی می‌کنیم طراحی می‌کنن و می‌سازن. اما داستان فقط به سمنت و فولاد ختم نمیشه، نه. هدف اصلی اینه که محیط‌هایی برای ما آدما بسازن که فقط امن و مفید نباشه، بلکه پایدار و حتی زیبا هم باشه. آخرش همه چیز برمیگرده به اینکه کیفیت زندگی ما بهتر بشه. و جالبه بدونین که این یه رشته فوق‌العاده گسترده است. از یه طرف انجینری ساختمون رو داریم که مطمئن میشه آسمان خراش‌ها محکم سر جاشون وایسادن، از طرف دیگه انجینری حمل و نقل که ترافیک شهرها رو سر و سامون میده، یا مثلا انجینری محیط زیست که آب تمیز رو به خونه‌های ما میرسونه. هر کدوم از این شاخه‌ها یه نقش حیاتی توی کارکرد جامعه دارن. خب، حالا که فهمیدیم سیویل انجینیری چیه، وقتشه ببینیم کی این ایده های بزرگ رو به واقعیت تبدیل میکنه. و اینجا میرسیم به خود انجینیر سیویل. انجینر سیویل در واقع اون پل ارتباطی بین یه ایده و یه پروژه ساخته شده است. اونا یه ایده یا حتی میشه گفت یه رویا رو برمی‌دارن و با علمشون، با خلاقیتشون برای حل مشکلات و با تجربه عملی که دارن، اون رو تبدیل به یه چیز واقعی میکنن. یه انجینیر همیشه باید یه تعادل خیلی ظریف رو برقرار کنه. فکر کنین از یه طرف با دنیای اعداد و محاسبات پیچیده و نقشه‌های کامپیوتری سر و کار داره، از طرف دیگه با دنیای کاملا واقعی طرفه. خاک، فولاد، ماشینالات سنگین و کلی مشکلات غیرمنتظره که توی محل پروژه پیش میاد. هنر اصلی دقیقاً همینه که این دوتا دنیای متفاوت رو به هم وصل کنه. پس ببینین مهارت‌های یه انجینیر خیلی فراتر از ریاضی و فیزیکه. البته که دانش فنی لازمه، شکی درش نیست، اما اونا باید مدیای فوق‌العاده‌ای هم باشن، تیما رو رهبری کنن، بودجه رو کنترل کنن و شاید مهمتر از همه به مهارت‌های اجتماعی و اخلاقی قوی نیاز دارن تا بفهمن مردم چی لازم دارن و همیشه ایمنی و صداقت رو در اولویت بذارن. اما این همه مهارت در عمل چطوری استفاده میشه؟ بیاین چند تا مثال واقعی از افغانستان رو با هم ببینیم تا بفهمیم یه انجینر چطوری یه نقشه روی کاغذ رو به یه سازه واقعی و تاثیرگذار تبدیل میکنه. داستان اول ما رو میبره به ولایت پنجشیر. یه جامعه رو تصور کنین که یه رودخونه دقیقاً از وسطش رد شده و اون رو به دو قسمت تقسیم کرده. رفت و آمد بین این دو طرف خیلی سخته و این موضوع سفر، تجارت و کل زندگی روزمره مردم رو مختل کرده. این دقیقاً یه مشکل کلاسیک سیویل انجینیریه. خب یه انجینیر با این مشکل چی کار میکنه؟ یه پروسه خیلی دقیق رو شروع میکنه. اول از همه محل رو کامل بررسی میکنه. بعد خاک و کف رودخونه رو تحلیل میکنه تا مطمئن بشه پایه‌های پل محکم میشینن. با توجه به این اطلاعات بهترین نوع پل رو انتخاب میکنه و نقشه دقیقش رو طراحی میکنه و در نهایت روی تمام مراحل ساخت نظارت میکنه تا همه چیز هم امن باشه و هم بصرفه. و نتیجه فوق‌العاده است. اون پل جامعه رو دوباره به هم وصل میکنه. یهو تجارت راحت‌تر میشه، مردم به خدمات دسترسی پیدا میکنن و کل اقتصاد اون منطقه جون میگیره. این دیگه فقط یه سازه نیست، یه شاهرگ حیاتی برای اون جامعه است. حالا بریم سراغ یه مثال دیگه. این بار در کابل. چالش اینه: طراحی یه مدرسه. نه یه ساختمون معمولی، بلکه یه جایی که باید هم امن باشه، هم کاربردی و برای 10 سال به بچه‌های اون منطقه خدمت کنه.
اینجا اولویت‌های انجینر یکم فرق میکنه. اول از همه باید مقاومت ساختمون در برابر زلزله رو حساب کنه که خب یه مسئله حیاتیه. بعد باید حواسش به تهویه مناسب برای سلامتی دانش آموزا باشه. باید فکر کنه که چطور میشه از مصالح محلی استفاده کرد تا هزینه‌ها کمتر بشه و البته روی تک تک مراحل ساخت نظارت دقیق داشته باشه تا همه استانداردهای ایمنی رعایت بشن. و داستان آخر ما رو میبره به بامیان، جایی که مشکل یکی از پایه‌ای‌ترین نیازهای ما آدماست. آب پاک. صدها خانواده بهش دسترسی ندارن. اینجاست که پایه انجینیر آب و محیط زیست به ماجرا باز میشه. راه حل اینجا فقط این نیست که چند تا لوله بکشن، نه. تمرکز انجینیر روی طراحی یه سیستم کامله. اون باید به سوالای کلیدی جواب بده. منبع آب از کجاست؟ آیا این منبع پایداره؟ مردم چطوری قراره بهش دسترسی داشته باشن؟ و مهمتر از همه، چطوری میشه این سیستم رو برای سالهای آینده نگهداری کرد؟ این یه نگاه کاملا جامع و آینده نگره. و تأثیرش فوری و عمیقه. صدها خانواده به آب پاک دسترسی پیدا میکنن. این یعنی سلامتی، یعنی زندگی بهتر. این فقط یه پروژه زیربنایی نیست، یه انقلاب تو بهداشت عمومی اون منطقه است که فقط با مهندسی دقیق ممکن شده. پس همونطور که با هم دیدیم، این رشته خیلی فراتر از ساخت سازه. این واقعاً هنر ساختن یه جامعه است. یه جمله خیلی قشنگ هست که مقیاس و اهمیت این رشته رو خلاصه میکنه. سیویل انجینیرینگ هنر و علم ساختن تمدن انسانی است. ببینین چقدر عمیقه. یعنی این رشته فقط ساختمون نمیسازه، بلکه به ساختن خود تمدن کمک میکنه. پس میراثی که یه انجینیر سیویل به جا میذاره چیه؟ اونا رویای مشترک ما برای یه زندگی بهتر و راحت‌تر رو میگیرن و بهش شکل فیزیکی میدن. اونا یه راهی پیدا میکنن که بین نیازهای ما و طبیعت تعادل برقرار بشه و در نهایت کار اونا پایه‌های توسعه پایدار رو میسازه. و در آخر میخوام این بحث رو با یه تشبیه قدرتمند تموم کنم. ببینین، ما دکترا رو به عنوان کسایی میشناسیم که بدن انسان رو درمان میکنن، درسته؟ به همین شکل انجینیر سیویل درمانگر پیکر جامعه است. اونا اسکلت و زیربنایی رو میسازن که به بقیه اعضای جامعه اجازه میده درست کار کنن و رشد کنن. پس از این به بعد وقتی به شهر، روستا یا منطقه خودتون نگاه میکنین، سعی کنین با چشمای یه انجینر بهش نگاه کنین. اون کار نامرئی رو ببینین که همه چیز رو سر پا نگه داشته و بعد از خودتون بپرسین ما برای ساختن یه آینده بهتر به ساختن چه چیز دیگه‌ای نیاز داریم.